مورد معاون اول رئیس جمهور جنرال دوستم مطمئن باشین که آب از آب نمی جنبه. اون چی که شما از رسانه ها می‌سازین که تحقیق و بررسی حرف میانتهی است. جنبش ملی با متانت تام هفته آینده کنگره حزب خود دایر میکنه و روی قضای منطقه تصمیم میگیره. یک. دو، جنرال دوستم اضافه تر از 5 دهه در قضای افغانستان شخصیت مطرح بوده در سرنوشت. جنرال دوستم به باور ما کسی نیست که مانندی به اصطلاح یک آدمی کوچکی او ریشه‌اش بکشن از بین ببرن. مشت زدن به گروان جنرال دوستم را فشار دادن برای دولت به قیمت جانش تمام میشه. برای جنرال دوستم از قوم خود، از مردم خود پشتیبانی داره. نام گرفتن خوب نیه. در کشورهای منطقه و فرا منطقه هم پشتیبانهایی داره. بنان اونچه که در رسانه ها که ما تحقیق میکنیم فلان کی چیکار کرده، خانه عروس خبری است و خانه دومات خبری است. اما این مسئله رو حکومت گفته بود استاد خیلی جدی میگیرن و بررسی میکنن و بالاخره سرنوشت باید معلوم باز همین میز شاهد باشه. حالا آقای عطا محمد نور به تازگی میگه که یکی از نزدیکای رئیس جمهور خب نام نگرفتن، میگن که به عنوان معاون رئیس جمهور پیشنهاد کرده و اینا هم رد کرده که ما با حرف خودشان، به قول از خودشان که ما خیرات خور نیستم و پسماندهی منتظر پسماندهی هیچ کسی نیستم. همین که اگر با آقای نور پیشنهاد شده باشه که تو ایوازی جنرال صاحب دوستم باشه و جناب آقای نور رد کرده باشه، کار بسیار معقول و منطقی کرده، کار بسیار خوب کرده. هر شخصیت سیاسی باید این متانت را داشته باشه. باز ما هنوز یک قانون نیمبندی داریم. جناب صاحب دریشی دوستم رئیس جمهور و آقای سرور دانش در یک تکت انتخاباتی بروی کار آمدن، به قدرت رسیدن. اینا انتخابی هستن، اینا انتصابی نیستن. بله. مطابق ماده 69 قانون اساسی اگر غلط نکرده باشم، هر چیزی که در مورد مکافات و در مورد مجازات با رئیس جمهور قانون اساسی حکم کرده، در مورد معاونینش هم عینی گپ است. بله.